کسی یادن خاتمی بالام از زمان خاتمی تا سیم میکنه پول و پرش تا خانوما کنن آبتنی نیستم زن ستیز آبی روشن اینه من سیتی برف میاد سری ترکیه تا گرم میشه میرم من سیتی با یه سیدی نیست خیلی جمع و جور میرسم میکنم پک و رو میگم نروزو راهی جنگ و جونه برا خوبم پیدا میشه تک و توک تا سی میادی دست جانی قرمز چرا آبینی پهاجی لیمه با این آهنگ باید زجه بزنی اینجوری مگه خوبم بکشو چرا نمیگیری بقیه شو داره خود تو رو بازه یا کجا ناموسن با دوستا میام کارتلی دستم سوزا داره خود تو رو بازه یا کجا ناموسن با دوستا میام کارتلی دستم سوزا لعنتی این چه سمی بود آخه ساختین شما. نظرتون چیه بقیه آهنگای رپ فارسی هم دیسلاو بخونیم؟ سلام رفقا، چطورید؟ من هستم تیرشم هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز قراره که با هم دیگه بریم سراغ دیسلاو. قراره که یه بیت دیسلاو پلی بشه و تکست رپرای فارسی رو روی این بیت دیسلاو بخونیم. میدونم که خیلی سم میشه. از اولش اینجا بگم که این فقط ویدیو در حد یک فانه و یه شوخیه و این هیچ کاملا جدی نگیرید. نگن هیت نکنین. این ویدیو شوخیه. اگه خوشتون اومد وسطای ویدیو دکمه لایکو بزنید. یه کامنت هم بذارید و اینکه کانال رو سابسکرایب نرید. چنل سابسکرایب کن، اون دکمه قرمز زنگو بزن، اون بعد اون کنارش هم اون زنگوله هم بزن و اینکه بریم سراغ ویدیو. برو بریم. خب بریم. اولین آهنگ موزیک تنگی نفس از شایه جان ببخشید فقط یه شوخیه. بریم 1 2 3 4. من بابت هیچی توضیح نخوا، هر چی میخوای ببر چیزی نذار، این در دیوونه روزی 10 بار میره اها، عادیه براش تنگی این نفساش. من با این ضربان تو رفیقم، با سود گوشم که برام لالای خون رفیقم، یفت چشامو به خون کشیدم، انقدر پارم نمیتونم خوب ببینم. حاجی من نشد به چیزی بگم نه با فقط دردای چپم میبرم حساب، همه مسیرها رو میرم تا وسط را میرینم توی کل غلام تا میزنه بار. خودم بیشتر از همه چی زدم و الان خیلی سالا به خودم سر نمیزنم و جای همه مشتام رو تخت سینمم و من روی سیگار نخ به نخ کشیدنم و پنده نفسم شو یکی در میون دیدم فقط میدم تو نمیدم بیرون، انگار سیگارام یه بسته دیخت تو ریم شیکون که با هر نفس کل سینم میسوخت دیگه نمیکشیدم و کشیشم و حالات عادی و تحمل میکششم. نفسگیر بود. پشمای شایه میریزه با دیدن این ویدیو. رپ فارسی کلا نابود شد. کسی نمیگیره تو رو به چخ، اینقدر باز بگیم شبیه تو، نردبون میره بالا مثل آقا سگ دایا، کن دادی سوراخ تو نقه بدم یک پایا، یزید یه هلا پکونت گزید پول ویزیت میدی چون که میذاری تو زیر فیزی، از چرا تو خودت مینویسی یا که میگی آقا بده هاش بلا زیر میزی، ریش بهتره یا کروات، یالا بگو کدوم وری رسید بهت اطلاع، راشگوش نایا که ساواکی چت باز شهر مگه خالیه که چه جلو ما سبز شدی مزدور، دوگان سوزای جونور همه از اینا میگیرن و هم میخورن دوله قطی نکن پر میشه یه روز برات یه لگر رکای سیاسی تونم که برا پاس بود، میگن نگو میره روی قیمت سگ خور وقتی میرسی به همه خیرم،
ببینید همنگ جنگ خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیت میام بالا گیریمت بکیدیم میگن رو میره روی قیمت سگ خورد وقتی میرسه به همه خیرم ببینم جنگ خیبر بچی اگه یزیدی من بچه هیت میاد پایین گیریمت به پستر رو نباریم وسیع چوست نال خونه لاش شده حالا برا ما تو رپ فارس خفه بابا زر نزن اینجا ته راست برا رود میشه خطار ترار آدیداس آروم به هم میگه برادر بده پایین درارم لوله ها تو باز کنی برات بشه عوارت هریدو فقط میکنی تو تلاوت ببینیم رنگ میدی جلو میدی یه ساعت ارادت مثل تو زیاده هزینه‌ش فشار ببینم خوردی چک و پسی یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت یه خشاب بعد میگه فوفر مثل فلانی فشار رخو به نداز و دلافت فو وکی بخوری تا ستارت تو مثل مکرون که یه چک خورد جلو مردم بده پس تو حرکت کن دلغت وای پشما وای این ترک بدتر از دیس فدایی به حسین بود قشنگ این ترک کوپو حسین جان آروم باش چیزی نیست من حسامم چیزی نیست فقط یه شوخی بود خیلی قشنگ میشه از این دفعه میخوام کلا رپ فارسی بیام روی دیسلاف تمام تکستشو روی دیسلاف بخونم الان نه این فوش ننویسید واقعا شوخی بود بچه‌ها آروم باشید بریم سراغ ترک بعدی از کی میریم سراغ پدر رپ فارسی ایران سروش هیچکس یا خدا داره یه صدای میاد همه در میرن درگیرن داره یه صدای میاد همه در میرن گیر دادن به ما انگار تفریحن مخصوصا وقتی شب میشن داره یه صدای میاد همه در میرن گیر دادن به ما تفریحن وقتی همه شب میشن بچه گربه میشم من جلو کلن از اون بچه های خوبی که مامان میشه فدا بهش فاز میدم فکر کنه مهندسم بهش میگم از رتبه معدلم فازشونو من یه پسر معدل حاجی لبخند میزنن و میگم موفق باش وقتی دور شد که دیگه سرور شد نبینه بچه ها میگن رپو شروع کن اینو میخونم و یه قوطی دستم و همش ببین به من دست بند نزن گیر دادم به ما تفریحه مخصوصا وقتی شب میشه در میره داره یه صدای میاد همه در میرن درگیره گیر دادن انگار به ما تفریحه مخصوصا وقتی شب میشه صدایی میاد صدای آجیره همه درگیرن گیر دادن انگار با ما تفریحه یا خدا سروش هیچکس اینو نبینه رضا پیشرو نبینه چون فرداش به من زنگ میزنه میگه الو حسام خودتی سروش اینو نبین سروش رضا تو هم نبین مخصوصا رضا تو نبین فردا هم زنگ نزن فردا من گوشیمو خاموش کنم رضا بریم سراغ پوتک نظرتون چیه بریم سراغ پوتک بچه باحالیه با جنبه است میشه باهاش شوخی کرد از این لحاظ من راحتم با پوتک و اینکه میدونم خوشش میاد الان میرینه به ما حتما داره ریاکشن میره رو ویدیو ما میرینه به ما میگه گو نخور دهن سرویس خب بوریا پوتک 13 بدون شک 100% ستا تنظیم حسام تریچ اکیپ ما مسلح جنگ رو به جلو مصمم جنگ
خوبه ولی با من نه، نتیجهش مسلمن بازندم. یادم نی رقیبی که کلن بهدتم، صداش پیچیده بلند قدرتم. زیاد آدم کینه ای نیستم ولی بدی میره تو حافظه بلند مردتم. دانشجو اخراجی، سرباز فراری، بچه پیروزی، هم محل فدایی، پاتا فلک دوم نیرو هوایی، لاجوردی، اسدیان، سمایی، مثل بچه محلامون درندم من، با شکست توضیب نمی کنیم برندم من. صدا تیر تو پیروزی میاد، صدا تیر این گانگ کچل ده بابا چی دادی تو خودت لابد آرد قاطی کردن. خب لاکو که فیکه شخصیت که همه جوره ساختی، تا این همینجاشم همه چی تو باختی. با بدا با خوبا دونه تو بده بهش، هایی بهت شلوغ شده خب مثل همه دوره. رفاقت 3 روز عشق 7 روز پرش، شیر ولی شیر گاز از 20 میگیره زیر نام. مسخره بازی توی لاف امرو خبرش میاد که یارو دارم حکم رکتو، یه مش خز فکتو، انیمیشنی ساخت دست وکتو، مثل قدیم وات به شما گفت هکتو. تا جایی واسط سخت میشه باورشم، این سری حتما چکش کن آخر شب. هنوزم یاد ماه گرفتگی پاچه بشم، یاد ماه گرفتگی پاچه بشم. خودت اینو میدونی باید بیاد آلبوم زود. پوتک پس سری بده آلبومو خوب. تو عشق پوتک جون، میدونم که تو ناراحت نمیشی حداقل، و اینکه حال میکنی با این که باز شوخی کنیم. دمت گرم، خیلی بچه با معرفتی هستی. امیدوارم که این ویدیو دی ناراحت نشی، شوخی بود. دوست داریم. بوس بهت. البته بوس به تمام رپرها. الان ناراحت نشن چه من بوس نکردی. بوس به همه شما ویورها عزیز. دیوونه شدیم رفتیم سراغ عمو سراب. سید مصطفی خودش میگه بهم میگه سید مصطفی اینجوری راتی تره. سید مصطفی ما اومدیم روی بیت دیسلاف. بر میدارن فاز کلکل بام، آرش چینه باشن از اول جام. صد جذبه جان میبرم، اونقدر بالام سرم میگم دست تنها این بالا. حاجی گنگش بالاست، بیت نابی گنگش بالاست، برنامه باشه سنگش بالاش. پس نکن دیگه تنگش داداش، هرس نخون واسه قلبت خوب نی. نه این کاره بودم تو یه الف بودی. منتظرم من سوتی بدم ولی یه جا میبینن میگن کوچیکتم. من لوتی اومدم میخوام لوتی برم، الفاظم میتونن مثل توتی بگن. حفظن خواب دیدن تو تیمم، یهو شاخ میشن اینا روزویت من. واسه خودم هر تازه کاری دیس بهم میداد، چون صدام اگه بیاد توی سیستم میذار. آقا نظرتون چیه یه پارسالیف عزیزم بریم اینجا؟ پارسالیف عزیز رو نریم که اصلا نمیشه. بدون پارسالیف عزیز این پیام اصلا معنی نداره. دورم از خونه ولی هنوز شهر زیر پامه. جمشید چاقالا موقع تصفیه حسابه. زور میزنی موزیک هیت بدی ولی هیچیه، در حد تخلیه چاهه. زحمت کشیدم بگاهی دادم، تو خیلی بزدوی بشی یه روز ارائه دارم. من جای فوش موزیک میدم دکورت بریزه، شما دیگه خست شدیم ده مورد کلیشه. اینجا گنگ دارم هیچ کدومم بلکنت نمیشه، نمیتونی بده دیسپکو لیتا بنویسه. ما رو خنده پاره پوره نکن، بیا پارسا برات موزیک عاشقونه هم خون. میخواستم بدم بیارن شلوارتو برام، یادم اومد یه بار لخ شدی حالمون به هم خورد. بچه چطور بود؟ میدونم که سرتون درد گرفت. الان میام پایین
ویدیو رو تمامش میکنم. اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید و حتما یه کامنت هم بذارید و اگه دوست داشتید این پارت رو ادامه بدیم و بقیه رپرام روی بیت دیسلاو بیاریم و ادامه بدیم این چنین سبک ویدیو رو. باشه تو رو خدا طرفدار این رپرا نیان این ویدیو هیت کنن و فوش بدن، مثلا این فقط یه شوخی جنبه داشته باشید، خودشون هم با این شوخی موافقن. اگه با جنبه هستن بچه‌ها، رپ فارسی آدم با جنبه هست، ناراحت نشن، فقط یه شوخی. اگر دوست داشتید حتما تو کامنت بنویسید و اگر چنل رو سابسکرایب ندارین چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش واسط بیاد. تا ویدیوی بعدی بوس بهتون، پیس.